راز تاریک درباره کوه هرمون که اسرائیل پنهان میکنه. آنوناکی، کتاب انوخ و داستان هاروت و ماروت که در قرآن ذکر شده، همه این داستانهای مرموز به یه جا برمیگردن: کوه هرمون تاریک و مخفی. هرمون یکی از مرموزترین کوههای دنیاست. اسرائیل سالهاست این کوه رو زیر نظر داره و اسمش رو نفرین شده گذاشته. این کوه الان تحت اشغاله. ولی چرا این کوه انقدر مهمه؟ هاروت و ماروت جادو به مردم یاد میدادن. اونها دنبال دانش ممنوعه‌ای هستن که موجوداتی از دنیای دیگه آوردن. این کوه مثل بقیه جاها نیست. رازهای خیلی متفاوتی داره و این بیشتر از یک نظریه توده است، چون همین الان اسرائیل همچنان داره اونجا حفاری میکنه. در طول تاریخ بعضی کوه‌ها فقط بخشی از طبیعت نبودن، بلکه مرکز داستان‌های عجیب و اسرارآمیز شدن. یکی از این کوه‌ها کوه هرمونه که روی یکی از مرزهای مهم خاورمیانه قرار داره. تو متون قدیمی، کتاب‌های مقدس یهود و افسانه‌ها، کوه هرمون محل اتفاقات بزرگی بوده. ولی جالب اینجاست که به عنوان یک جای مقدس دیده نمیشه، بلکه چیزی فراتر از مقدس بودن محسوب میشه. یکی از شگفت انگیزترین چیزها اینه که بعضیها عمیقاً باور دارن که داخل این کوه یک دانش ممنوعه وجود داره که اصلاً از زمین نیومده بوده. این دانش باعث شد تکنولوژی خیلی سریع پیشرفت کنه. بعضی‌ها معتقدن هزاران سال پیش وقتی انسان‌ها این دانش رو به دست آوردن فاسد شدن. بعدش سیل بزرگ حضرت نوح میاد و همه چیز از اول شروع میشه. زندگی دوباره از صفر شروع میشه. حالا سوال اینه که این دانش ممنوعه رو کی آورد؟ خیلی‌ها درباره فرشتگان سقوط کرده شنیدن. اینا موجوداتی هستن که از آسمون فرستاده شدن، از بهشت جدا شدن و به تاریکی وصل شدن. بعضی وقتا به عنوان موجودات شرور نشون داده میشن. بعضی وقتا فرشته‌ها رو ناراحت یا تراژیک نشون میدن. در قرآن فرشتگان، ملک‌ها، موجودات کامل و بی‌نقصی هستن که هیچ وقت از الله متعال سرپیچی نمی‌کنن. اما اگه بخوایم چیزای عجیب و غریب دنیا مثل گروه‌های مخفی، مراسم‌های تاریک، تغییرات سریع تکنولوژی، ترس‌های عمیق و رمز و رازهای قدیمی رو بفهمیم، باید ببینیم این باورها از کجا اومدن. و حتی اگر قبول نکنیم، خیلی از آدم‌های قدرتمند دنیا بهش باور دارن. داستان فرشته‌های سقوط کرده چیه؟ چه ربطی به کوه هرمون داره؟ توی سنت اسلامی هنوخ به عنوان حضرت ادریس شناخته میشه و تو قرآن گفته شده که پیامبر ادریس نبی به مقام بلند بهشت برده شد. کتاب هنوک طبق باور یهودی و مسیحی درباره یک اتفاق عجیب قبل از این بالا رفتن حرف میزنه. فرشته‌ها از آسمون پایین رو نگاه میکنن، زیبایی زنهای بشر رو میبینن و با هم قرار میذارن بیایم پایین و زنها رو به همسری بگیریم و بچه دار بشیم. گفته میشه 200 فرشته اومدن پایین و بالای کوه هرمون. این همون کوه هرمونه، نزدیک مرز سوریه امروزی. به خاطر این وعده تاریک، اون کوه طبق باور یهودی ها دیگه جای مقدسی نبود. طبق گفته های آناخ، این فرشته ها که نگهبان ها هم نامیده می شدن فقط با زنان انسان ازدواج نکردن. اونها به آدم ها دانش ممنوعه هم یاد دادن. به زنها یاد دادن چطوری جواهرات براق درست کنن. به مردها یاد دادن چطوری سلاح بسازن. به مردم یاد دادن چطوری جادو انجام بدن، آینده رو بخونن، با گیاهان طلسم بسازن، از ستاره ها برای پیش بینی اتفاقات استفاده کنن. آدم‌ها خیلی زود از این موجودات آسمونی دانش زیادی کسب کردن، اما این دانش مقدس نبود. بهش میگفتن دانش تاریک. از این وصلت موجودات عظیم الجثه‌ای به وجود اومدن به اسم نفلی‌ها، هیولاهای بزرگ، وحشی و خشن که آدم‌ها رو می‌خوردن، غول‌ها. و چون این وضع قابل تحمل نبود، الله سیلاب بزرگی فرستاد و فرشتگان رو زنجیر کرد و نفلی‌ها نابود شدند. البته این داستان اسلامی نیست و در باور اسلام معنی نداره، چون توی اسلام فرشتگان هرگز نافرمانی نمی‌کنن، جنسیت ندارن و نمیتونن با انسان‌ها بچه دار بشن.
ولی شاید اونهایی که بهشون میگفتن فرشته های این داستان در واقع جن بودن. ولی نمیشه گفت این داستان حقیقت داره، چون هیچ منبع اسلامی اینطوری تعریفش نکرده. اما برای فهم موضوع و اتفاقاتی که الان داره میفته این داستان مهمه، چون کسانی که الان کوه هرمون رو کنترل میکنن یعنی اسرائیل به این داستان اعتقاد دارن. حالا هاروت و ماروت، اون دو فرشته‌ای که توی قرآن ذکر شدن، کجا تو این ماجرا جا میگیرن؟ این شباهت‌های جالبی بین داستان هاروت و ماروت و داستان فرشته‌های سقوط کرده وجود داره. چه کسی به کوه هرمون اومد؟ در اسلام اطلاعات زیادی درباره هاروت و ماروت نیست، اما در باور یهود این دو فرشته هم مثل بقیه فرشته‌ها عاشق یه زن انسان شدن. اسم این زن زهرا بود. میگن اونها به زهرا اسم اعظم الله رو یاد دادن. به خاطر این کار خالق اونها رو تنبیه میکنه، زنجیرشون میکنه و وارونه توی غار آویزون هستن تا روز قیامت. اما زهرا بعد از گفتن اسم اعظم به آسمان رفت، ولی این کار گناه بزرگی بود. خالق اون دختر رو تبدیل به یک ستاره کرد و همون ستاره‌ای که الان ما بهش میگیم سیاره زهره هست، طبق باور یهود. تو قرآن گفته شده هاروت و ماروت فرشته‌های واقعی هستن و بله، اونها به مردم جادو یاد میدادن. بعضی از این طلسم‌ها حتی برای جدایی زن و شوهر استفاده میشدن. ولی وقتی به مردم آموزش میدادن همیشه میگفتن ما فقط یه آزمایشیم، ایمانتون رو از دست ندید. اونا هیچ وقت بدون این هشدار چیزی یاد نمیدادن. داستان‌های اضافه‌ای که از باورهای یهودی میاد تو اسلام پذیرفته نیست. برگردیم به کوه هرمون. بعضی معتقدن که هاروت و ماروت هنوز هم توی غار منتظر روز قیامت موندن. اینجا بخش شوکه کنندش اینه که این غار گفته میشه نزدیک دمشق سوریه، نزدیک کوه هرمون باشه. چون هرمون جاییه که گفته میشه فرشتگان سقوط کرده اومدن پایین و دانش‌های ممنوعه رو یاد دادن. بعضی هم باور دارن که غار هاروت و ماروت هم تو همون کوه هرمونه. شاید دارن دنبال همون دانش ممنوعی میگردن که نباید هیچ وقت یاد گرفته بشه. پس اصلاً چه ارتباطی بین کوه هرمون و موجوداتی که از دنیای ما نیستن وجود داره؟ اگه فرشته ها نمیتونن از خدا نافرمانی کنن و اگه فرشته های سقوط کرده وجود ندارن، پس چی میشه اگه این موجودات اصلا فرشته نبودن؟ توی لوح‌های سومری داستانایی هست که شبیه باور به فرشته های سقوط کرده است. در این لوح‌ها نوشته شده موجوداتی از آسمون پایین اومدن و به انسان‌ها آموزش دادن، کشاورزی، ستاره شناسی و فلزکاری یاد دادن. بعضیا فکر میکنن این موجودات از یه تمدن خیلی پیشرفته بودن و از بیرون زمین اومدن. حتی بعضیا معتقدن اینها خدایان سختگیرتری بودن، پس شاید همون فرشته ها یا خدایانی بودن که مردم قبلا باور داشتن. در واقع اینها داستان‌های نمادینی بودند که برای توصیف موجودات هوشمندی از فراتر از زمین استفاده می‌شدند. این راز هنوز حل نشده باقی مونده. اسرائیل معتقده که خرابه‌های سیستمی که این موجودات خیلی وقت پیش نابود کردن شاید هنوز بالای کوه هرمون مخفی باشه و اونها قبلا تحقیقاتشون رو اونجا شروع کردن. بعد از اینکه وزیر دفاع اسرائیل گفت دارن آماده میشن تا اشغال سوریه رو دائمی کنن، اضافه کرد که ارتش ما بدون هیچ تاریخ پایانی روی کوه هرمون خواهد موند. البته این ادعاها درباره کوه هرمون نیست. این تنها نظریه نیست. یه نظریه جالب دیگه اینه که اسرائیل دنبال گنج سلیمان نبی روی کوه هرمون باشه. یکی از ملموس‌ترین گنج‌های تاریخ گنجی افسانه‌ایه که گفته میشه زیر اورشلیم دفن شده. بعضیا فکر میکنن فقط طلا و جواهره، ولی بعضیا معتقدن کلید دانش الهیه. طبق بعضی باورها این گنج فقط پول نیست. گفته میشه شامل حکمت، نوشته‌های قدیمی، مهرهای مقدس، اشیای قدرتمند و اسرار الهیه. سلیمان نبی هم پیامبر بود و هم پادشاهی قدرتمند. در قرآن و تورات گفته شده که اون میتونه جنها، باد و حیوانات رو کنترل کنه. خیلی از یهودی‌ها باور دارن که راز این قدرت توی یک گنجینه مخفی شده. حالا این گنجینه کجاست؟
از همون روزی که اسرائیل تأسیس شد به نظر میرسه که مصمم بودن رد پای میراث دینی و تاریخیشون رو دنبال کنن. رویای بازسازی معبد سلیمان یکی از مهمترین بخش‌های این هدفه، چون برای اونا معبد فقط یک ساختمان مقدس نیست. این خونه خدا روی زمین هست که کارهای باستانشناسی اسرائیل فقط علمی نیست، بلکه هدفهای مذهبی و ایدئولوژیکی هم داره. حفاری‌ها توی تونل‌های زیر اورشلیم فقط برای مطالعه تاریخ نیست، بلکه دنبال پیدا کردن بخش‌هایی از گنج عظیم گمشده سلیمان نبی هستن. اما بعضی از محقق‌ها میگن اسرائیل حالا داره بیرون از اورشلیم به سمت کوه هرمون نگاه میکنه. خیلی‌ها درباره ارزش استراتژیک کوه حرف میزنن. ارتفاع بالا، دید واضح، منابع آب، ولی بعضی‌ها میگن دلیل اصلی عمیق‌تره. منابع و محقق‌های اسرارآمیز این رو میگن. داستان‌های قدیمی که میگن سلیمان نوشته‌ها و اشیاء قدیمی و مهمی توی منطقه پنهون کرده. پس شاید اسرائیل زیر کوه هرمون تونل میکنه تا به گنجینه گمشده سلیمان نبی برسه. صبر کنیم و ببینیم، ولی کی میدونه چی رو هنوز نمیبینیم.